پشت صحنه آهنگ جدید آریانا سعید و عشقبازی اسیب با آریانا سعید که اصلا باورتان نمی شود. رفتار جالب اسیب با آریانا و نقد و نظر شدید علاقمندان آریانا سعید. لباسهای کاملا برهنه و دور از تصور بر تن آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان، هنرمند بی‌بدیل، ماندگار و صدای رسا در هنر موسیقی افغانستان بوده است. وی با استعداد خاصی که در هنر آوازخوانی بالخصوص زنده‌خوانی دارد، از جمله محبوب ترین هنرمندان افغانستان به حساب می آید. آریانا سعید کارهای هنری خود را به طور رسمی با سرودن آهنگ‌های محلی در سال 2008 در افغانستان آغاز کرد. وی هنرمند بی‌بدیل و ماندگار کشور است که هرگز نخواهد آریانا سعید دوم در افغانستان زاییده شود. آریانا سعید همیشه آهنگ‌های عاشقانه، میهنی و بالخصوص برای دفاع از حقوق زنان سروده است که آهنگ‌های آریانا سعید شاهکار در هنر موسیقی بوده است. جدیداً نشر ویدیوهای از پشت صحنه آهنگ بی بی بای آریانا سعید در صفحات مجازی درز کرده است که آریانا با اسیب در یک حالت کاملا عاشقانه قرار داشته است. این کار آریانا سعید مورد نقد و در ضمن حمایت دوستداران و علاقمندانش قرار گرفته است، ولی آریانا سعید همیشه بیان کرده است این زندگی من است و کسی حق ندارد در زندگی شخصی من مداخله کند. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای ملکه دلهای افغانستان، بانوی خوش صدا آریانا سعید از بارگاه عزت منان دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.